ماریا کالاس فقط خواننده اپرای درام نبوده، زندگی شخصی خودش هم مثل یه تراژدی میمونده. فیلم جدید پابلو لارائین اومده به اسم ماریا با بازی آنجلینا جولی که راجع به زندگی ماریا کالاس، خواننده معروف اپرا، یکی از معروف ترین شناخته شده ترین خواننده های زن اپرا در قرن 20. پابلو لارائین قبلا 2 فیلم دیگه راجع به زنای معروف قرن 20 ساخته. یکی اسپنسر، زندگی پرنسس دایانا، و یکی دیگه جکی که زندگی ژاکلین کندی، باز هم زنای قرن 20، و این یکی ماریا سگانش رو تکمیل میکنه. سلام، من مهسا، خوش اومدین به یه قصه اپرای دیگه. این دفعه اما از پشت صحنه یکی از خواننده و بازیگرای اپرا که نه فقط نقش توسکا و ویولتا و چوچوسانو خیلی خوب بازی میکرده، زندگی خودش هم شبیه همین زنایی بوده که روی صحنه میبرده. ماریا کالاس یه خواننده خیلی معروف اپرا توی قرن 20 سال 1923 به دنیا میاد. پارسال در واقع 2023 تولد 100 سالگیش بود. به همین واسطه مستند اومد ازش بیرون به اسم ماریا وای کالاس. امسال هم که این فیلم جدید اومده بیرون به اسم ماریا. ماریا توی نیویورک به دنیا میاد، توی خانواده فقیر اهل یونان، یعنی با اصالت یونانی که توی آمریکا توی نیویورک زندگی میکردن. وقتی 13 سالش میشه مادرش خیلی دعوا داشته با باباش و بالاخره تصمیم میگیره و پا میشه برمیگرده میره یونان، دست دخترشو میگیره میره یونان. تصمیم بدی هم بوده. سال 37 میره. 2 سال بعدم جنگ جهانی میشه. ماریا 13 سالش بوده و به هر حال توی دوران جنگ زندگی خیلی سختی داشتن، فقیر بودن. ماریا همون موقع درس موسیقی رو همونجا شروع میکنه و بعدتر دوباره به آمریکا برمیگرده. زندگی شخصی ماریا خیلی عجیب و غریبه، پر از بالا و پایینه و خب خیلی هم جالبه واقعا. من بلافاصله میرم تو زندگیش، میدونیم که خواننده بزرگیه، میتونیم که واقعا خیلی خوب میخونده، خیلی خوب اجرا میکرده، یعنی بازیگری و سطح بازیگری اپرا رو واقعا میبره بالا، به تنهایی میبره بالا سطح بازیگری رو، چون اجراهاش واقعا خیلی اجرای به یاد ماندنی بوده. فقط آواز نمیخونده و خوش صدا باشه که واقعا اجراهای خیلی خوب و با احساسی هم داشته. اما امروز بیشتر من راجع به زندگی شخصیش حرف میزنم و آدمایی که باشون وارد رابطه میشه و اینکه چطور میشه این رابطه ها روی زندگی حرفه‌ایش هم تاثیر بذاره و بعدم پایان زندگیش. ماریا وقتی خیلی جوان بوده، نمیدونم 22 سالش بوده، با یه مردی توی فستیوال موسیقی توی ایتالیا آشنا میشه که 27 سال از خودش بزرگتر بوده و با این آقا ازدواج میکنه. این مرد قطعاً میدونسته یه کارآفرین بوده، قطعاً میدونسته با کی داره ازدواج میکنه و وقتی با ماریا وارد رابطه میشه شروع میکنه بر ماریا یه عالمه تور بزنه. منیجرش میشه در واقع، بوئنوس آیرس، لندن، اروپا، تو خود ایتالیا، تور ایتالیا. و خب ماریا رو واقعا خسته میکرده از این همه اجرا و فشاری که حالا به هر حال خواننده اپرا یه عالمه فشار روشه که بتونه یه اپرایی رو اجرا بکنه. به علاوه این کار طاقت فرسا و بدون توقف پرواز از اینجا جابجایی و یه برنامه خیلی فشرده‌ای داشته. خب مشخصا هر آدمی واقعا از پسش بر نمیاد و این آقا ماریا رو میبره پیش پزشک، بهش قرصای ویتامینی میده، قرصای دیگه هم بهش میده که بتونه روی برنامه‌ای که براش ریخته به اجرا بره و بخونه. ماریا یه بیماری التهابی هم داشته که باعث اختلال توی کارهای عضله میشه و عضلات یه خورده دچار افتادگی میشن که اونم مثلا تشخیص داده نمیشه توسط دکترا. بعد از چند سال کار مداوم بالاخره صدای ماریا دچار مشکل میشه. تو اوایل دهه 60 همین قرصایی که بهش میدادن بخوره که مثلا رو برنامه بونه، هم عدم تشخیص اون بیماریش دیگه اوایل دهه 60 تقریبا صداشو از دست داده بوده. ماریا چند بار توی طول زندگیش صداشو از دست میده. همون اوایل دهه 60 اولین بار بوده و بعد هم هر دفعه این تکرار میشه، این از دست دادن صداش. این همسر و منیجرش هم پولایی که در می آورده از این کنسرت ها و اجراهای ماریا اکثرش واسه خودش برمی داشته، یعنی حساب بانکی جدا داشته، املاک جدا می خریده برای خودش و ماریا هم واقعا بهش اعتماد داشته، فکر می کرده که واقعا داره برای هر دوشون پول ذخیره میکنه ولی واقعا اینطور نبوده. اوایل دهه 60 دیگه اینا از هم تقریبا جدا میشن
ولی قانونا با هم زن و شوهر بودن تا سال 71 میلادی. تو همین حین ماریا با یه مرد دیگه آشنا میشه. باز دوباره این مردم خیلی سن بالایی داشته، یکی از ثروتمندترین آدمای اون دوره بوده، نمیدونم جزء 5 تای اول بوده، جزء 10 تای اول، خیلی آدم ثروتمندی بوده، در دیگه جزیره شخصی داشته، نمیدونم هواپیما داشته یا همچین ثروتی داشته. جناب اوناسیس خب پیشنهاد وارد شدن به رابطه به ماریا رو میده. ماریا هم مواد قبول نمیکنه و نهایتا با اصرار این آقا وارد رابطه میشه با این آقا. رابطه قبلی ماریا خب یه رابطه سمی بوده. این رابطه جدیدش هم حالا واقعیت چیزی که خود ماریا میگه این مرد دوست داشته، ولی واقعا این رابطه هم یه رابطه خیلی برابر و درست حسابی نبوده. این رابطه هم یه رابطه واقعا حالا امروزه میشناسیم یه رابطه سمی بوده. اوناسیس یواش یواش به ماریا میگه که دیگه نمیخواد آواز بخونی، من کافی پول دارم و اینا. اینجوری میشه که ماریا یه ذره از صحنه فاصله میگیره، دیگه تمرین نمیکنه و یواش یواش یه ذره خوندن رو میذاره کنار. تو این سالا ماریا دوست داشته تشکیل خانواده بده، بچه دار بشه و اوناسیس خیلی موافق نبوده و دوبار هم جنین از دست میدن. دوبار ماریا حامله میشه و جنین رو از دست میدن. در واقع میسکرج منظورم اینجا، جنین رو از دست میدن و یه بار دیگه هم حالا منابع خیلی غیر رسمی میگن یه بار دیگه هم تو سال 66 باردار میشه، اما اوناسیس بهش اصرار میکنه که بچه نمیخوایم و این دفعه خودخواسته به بارداریش خاتمه میده. اما اینجا دیگه انگار پایان رابطهشون هم هست، چون واقعا ماریا با تمام وجود این کار نمیکنه چون خیلی بچه میخواسته و یه جورایی دیگه اینجا آخرای رابطهشون هم هست. از قرص و دارو هم که حرف بزنیم، اوناسیس هم حتی به ماریا قرص و دارو میداده. اوناسیس هم حتی وارد یه رابطه‌ای شده با یک تصویر، یه شخصی که یه تصویر عمومی داره که خیلی بزرگه این تصویرش خیلی و خود ماریا رو نمیخواسته. به خاطر تصویر بزرگی که ماریا داشته و به خاطر اون پرستیژی که ماریا بهش میداده وارد رابطه با ماریا شده بوده. اوناسیس و ماریا نهایتا از هم جدا میشن، با هم دوست میمونن همیشه. اوناسیس نهایتا با ژاکلین کندی ازدواج میکنه. ژاکلین کندی هم همسرش 4 سال قبل ترورش کردن، برادر شوهرش رو ترور کردن و نهایتا با اوناسیس وارد رابطه میشون، با اون ازدواج میکنه. اصلا ماریا از این موضوع خبر نداشته، از رابطهشون خبر نداشته. چیزی که حالا خودش توی یکی از مصاحبه‌ها میگه که من 3 هفته قبل از اینکه اینا ازدواج بکنن به من اطلاع دادن و توی جزیره شخصی خود اوناسیس ژاکلین کندی و اوناسیس با هم ازدواج میکنن. گفتم با ژاکلین کار داریم تو این قسمت. ژاکلین و ماریا هیچ وقت همدیگر رو نمیبینن، هیچ وقت همدیگر رو حضوراً ندیدن، اما خب رو زندگی هم به شدت تاثیر میذارن دیگه. از طرفی ژاکلین و اوناسیس با هم ازدواج کردن، ولی از اون طرف همچنان اوناسیس رابطه‌اش رو با ماریا حفظ میکنه. کلا ژاکلین کندی و اوناسیس به این دلیل با هم ازدواج، هر کدومشون دلیل خاص خودشونو داشتن. یه سری مشکلات حقوقی داشته اوناسیس و اینجا دنبال حل و فصلش بوده، به علاوه اینکه خب به هر حال داره با یه خانواده بسیار قدرتمند آمریکایی ازدواج میکنه، براش مهمه این موضوع، برای بیزنساش، کاراش. از اون طرف هم ژاکلین توی شرایط خیلی سختی بوده، امنیت میخواسته و اوناسیس میتونسته این امنیت رو براش برقرار بکنه. خلاصه ازدواج این دو نفر باعث ناامیدی در خیلی آدما میشه و به ویژه خود ماریا واقعا اوناسیس رو دوست داشته، چیزی که حداقل به نظر میرسه واقعا علاقه‌مند بوده بهش. اگرچه که دیگه اون سالهای آخر حالا اونقدر به نظر نمیرسه که هنوز درگیر این آدم بوده باشه. بزنیم بریم سراغ فیلم، بگم چرا اینا حرفو میزنم. فیلم توی آپارتمان لوکس ماریا اتفاق میفته توی پاریس. هفته آخر زندگی ماریا نشون میده. حال واقعی نیست دیگه این هفته آخر زندگی ماریا، چون ماریا واقعا هفته آخر زندگیش بیمار بوده، اینجوری نبوده که پاشه بره تمرین کنه و اینا، اصلا این شکلی نبوده واقعا با این زندگیش. ولی خب حالا اینطور نویسنده اینطور نوشته و کارگردان اینطور تصمیم گرفته این بخش از زندگیش می‌خواسته نشون بده و به این شکل می‌خواسته نشون بده. فیلم اصلا فاز قصه گویی نداره و اینجوری نیست که شما از نقطه A شروع بکنی بیوگرافی این شخص رو بگید به نقطه B برسی و یه ذره قصه برات بگه. به نظر میرسه فقط یه سری تیکه‌ای از زندگی ماریا رو برداشته کارگردان و داره به ما نشون میده. چیزی نیست که مثلا اگه کسی بیننده‌ای با زندگی ماریا کالاس خیلی آشنایی نداشته باشه، فیلم خیلی اطلاعات خاصی بهش هم نمیده. فیلم ماریا کالاس رو توی لحظات خیلی سخت زندگیش نشون میده. داره راجع به یه دیوا حرف میزنه، یه الهه موسیقی و اپرا حرف میزنه،
اما واقعا ماریا رو داره توی بدترین شرایط زندگیش نشون میده. 2 ساعت فیلمه و به نظر میرسه که واقعا ما نمیبینیم از بزرگی ماریا، هیچی نمیبینیم، از سختیش داریم میبینیم، از رنجی که داره میکشه و رنجی که کشیده که خیلی هم خوبه. قطعا ماریا رنج کشیده بوده تو زندگیش، اما شاید یه ذره، یه نوری، یه بخشی از اون اوج زندگی ماریا هم شاید اگه نشون میداد برا من به سلیقه من خیلی خوب میشه. در مورد بازی آنجلینا جولی اگه بخوام بگم، آنجلینا جولی خیلی بازی خوبی داره. به نظر میرسه 7-8 ماه کلاس آواز کلاسیک میرفته، اپرا میخونده، مربی خیلی خوبی داشته. به نظر میرسه اون سالای آخر ماریا، زندگی ماریا رو که داره میخونه، اون جایی که صدا به مشکل برمیخوره، اون صحنه آخری که با لباس خواب وارد میشه و داره آواز میخونه، به نظر میرسه که اینجا بیشتر صدای آنجلینا جولیه تا 40-50% از صدای خود آنجلینا جولی استفاده شده و بعد مخلوط شده، میگن بلند شده با صدای ماریا کالاس از حالا چیزایی که ریکورد شده و باقی مونده از صداش. به نظر من آنجلینا جولی یه ذره زیباییش یه زیبایی هالیوودیه و خیلی حالا به این نقش نمیخورد با این زیبایی هالیوودی، اما واقعا پس نقش برمیاد، خیلی خوب بازی میکنه، خیلی احساسا رو خیلی خوب نشون میده و خوبه، نقش خیلی خوب در اومده. Your voice will not return. I am in control. از طرفی طراحی لباس و طراحی صحنه و نورپردازی و ادیت و اینا هم خیلی خوبه، یعنی واقعا تصاویر قشنگی می‌بینیم، یه تجربه است، یعنی تجربه خیلی خوبی اگه بشه تو سینما هم ببینیم که خیلی عالی میشه، چون موسیقی هم خب به هر حال از آریای مختلف استفاده کرده که خود ماریا میخونده توی مثلا زندگی شخصیش، خیلی توسکا خونده، خیلی بگو اسمشو چوچوستان خونده و از این آریا استفاده شده توی فیلم و خب خیلی قشنگه اگه بشه با صدای خوبم گوش بدی فیلمو، خیلی به نظرم زیباست از این نظر. گفتم فیلم قصه گویی هم نمیکنه، از این جهت میتونه خیلی هم آرتیستی و سینمایی باشه که اینم خیلی قشنگه، میتونه قشنگ باشه. حالا میگم اگه بدونیم زندگی ماریا کالاسو یه جور میشه لذت برد، اگه ندونیم یه جوری میتونی برداشت خودتو داشته باشی بعد از دیدن فیلم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. من خودم همیشه دوست داشتم راجع به زندگی ماریا کالاس یه ویدیو بسازم و بیرون اومدن این فیلم باعث شد که یه ذره به فالنیک بگیرم و راجع به زندگیش یه ذره بیشتر بخونم و حالا بیام و یه ذره راجع بهش حرف بزنم. میدونم که اصلا اون قدری که باید شاید اطلاعات راجع به زندگیش ندادم، علاوه اینکه ماریا یه شخصیت خیلی خودش میگه ربلیوسم، یعنی خیلی سرکشه، واقعا هم هست، ماریا خیلی سرکشه، بارها نه ولی چند باری از صحنه توسط حالا کارگردان و اینا اخراج میشه از تئاتر. What do you have to say? Are you really temperamental? What do you mean by temperamental, Mr. Morrow? I quite haven't understood. Well, I suppose tantrums, throwing things, screaming. و کلا کارهای عجیب غریب زیاد کرده ماریا توی زندگیش، ولی نخواستم وارد اونجا زیاد بشم، خواستم فقط یه ذره قصه گویی کرده باشم راجع به زندگیش که اگر فیلمو میبینین بتونین یه ذره بیشتر دستتون باشه ببینین اصلا راجع به چیه. چیزایی که من راجع به فیلم گفتم اصلا باعث نشد که باعث نمیشه که اصلا فیلم خراب بشه. حالا هم فیلم بیوگرافی اکثر آدما راجع به زندگی ماریا کالاس میدونن، اگرم نمیدونن میدونین خیلی فیلم اونجوری نیست که مثلا بخواد همه زندگیشو توضیح بده و قصه گویی کنه. خلاص امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و من شما رو توی اپرای دیگه میبینم.